سلام به شما دوستای با صفا و موشکاف خودم. دوستان، داره واگن واگن به قطار بحرانای نظام اضافه میشه. یه روز کابینه، یه روز فرهنگ، یه روز حقوق بشر، یه روز خبرگان، یه روز محاکمه میمه، یه روزم استیضاح وزیر علوم. حالا این قطار رو چه ریلی را میره؟ باریکلا، احسن، زهرخوران نظام. خیلی موشکاف شد اینا. در آستانه چهارشنبه تب و تاب استیضاح وزیر علوم در این جلسه هم ادامه یافت. بله، تب و تاب استیضاح حسابی قلب عظما رو به تب تب و تاب تاب انداخته. دار و دسته کوسه دم گرفتن که آقا قضیه سیاسیه و دلواپسا میخوان اینجوری باند شیخ‌پری رو فلج کنن. من فکر میکنم حاشیه‌های جانبی دیگری که ایجاد شده در صورت توی جناح‌های سیاسی عامل در واقع این استیضاح شده. از طرف دیگه دولتی که همش یه سال تموم نشده اومده، هیچ یک از عملکردهای علمی و کارشناسی در عرض یک سال خودشو نشون نمیده. متاسفانه سیاسی نگاه میکنیم به دانشگاه. حق یک وزیره، میتونه انتصاب بکنه. اگر وزارت اطلاعات یا جای دیگه مجوز نداده که خب انتصاب نمیکنه، اگه مجوز داده حقش میتونه انتخاب بکنه. این که ما گیر بدیم آقا تو چرا این کارو کردی، کار مجلس نیست. حالا اینم ورق پاره ابتکار که از زبون کوسه میپرسه. بابا این یارو فرجی دانا پاسدار بوده، شیخ‌پری خودش اند امنیت بازی و امنیت سازیه. اگه اینو میخواید کله کنید پس کی رو میخواید وزیر کنید؟ اگر پاسدار دیروز و اکادمیسین و متخصص امروز در دولتی با مختصات دولت اعتدال و معرفی شده توسط فردی روحانی با سابقه امنیتی و سابقه مذهبی هنوز هم غیر خودی محسوب می شود و نمی تواند وزیر جمهوری اسلامی باشد، پس دیگر چه کسی خودی است و این مرز در کجا قرار دارد؟ کجا قرار دارد؟ هیچ جا. رو گردن ناقص عظما قرار دارد. حالا بشنوید از دلواپسان نظام که رفتن سراغ اصل مصیبت‌های عظما و کابوس فتنه. بخشی از اقدامات و اتفاقاتی که در طول این نزدیک به یک سال گذشته در دانشگاه‌ها شکل گرفته بر اساس مستنداتی که وجود دارد خدمت همکاران عزیز ارائه می‌دهم. توزیع شبنامه منافقین در بعضی از دانشگاه‌ها، توزیع شبنامه‌های سیاسی در حمایت از آشوبگران و عناصر اصلی فتنه، ممانعت از برگزاری 13 آبان که روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شد. یک نمونه از جملاتی که فقط در یک مرحله برای 400 نفر از اساتید فرستاده شده را خدمت شما قرائت می‌کنم. من حالا میفهمم خروج یک کمپرسی جنازه جوانان 18 و 19 ساله در زندان اوین در سال 67 هیچ تعریفی جز جنایت نداشته و من که سالها پیش این کنفرانسی های پر از جنازه را به چشم خود دیده بودم و آن را به اسم ضرورت انقلابی توجیه کرده بودم، یک کور به تمام معنی بودم. چه کسی این اتفاقات را دیده؟ چرا شبه افکنی میکنن؟ چرا سیاه نمایی برای نظام ایجاد میکنن؟ بیش از 140 نفر از متهمان امنیتی که به خاطر وابستگی به مجاهدین، خلق عرب و سایر گروه‌های معاند نظام دانشجو رد صلاحیت شده بودند و حتی علیه نظام سلاح به دست گرفته بودند، در حال حاضر به دانشگاه بازگشتند. اینجا اونجاییه که سوز مصیبت از ریش و پوست و گوشت علی گدا رد میشه و میره میخوره تا مغز استخونش. ته خطم دیدید که پاسدار جام زهری رو برکنار کردن و یه حال اساسی از شیخ‌پری، اونم
قبل از راهی شدن به نیویورک گرفتن. وزیر که سهله، اگه ولی فقیه پالونش هم عوض کنه باز نمیتونه از این درد اساسی خلاص بشه. این همون دردیه که بالاخره عظما رو چیکار میکنه؟ زمین میزنه. موشکار